با من آماده شید بریم دعوا. من شغل چیه؟ وکیلم. با وکیل ازدواج کن. کسی که 8 ساله پرونده رو رها نکرده هرگز اون رو رها نمیکنه. البته همون وکیل 80 تا پرونده همزمان رسیدگی میکنه. مدرسه وقتی تو خورد دو زرده بشه چی میشه؟ چی بشه؟ از بازی بعد محروم میشه. وکالت تنها شغلی که صبح بلند میشی حاضر میشی خوشتیم میکنی عد میزنی میری واسه دعوا. فهمیدی میشه خلا؟ اوه این پرونده خیلی پیچیده زیر 10 میلیارد حق وکالت قبولش نمیکنه. ما 10 میلیون میشه نمودا. مثلا قدش. آدم بعد چقدر درس بخونه که وکیل بشه؟ اینقدر. بزرگترین پرونده کلکلی چی بوده؟ یک دعوای بزرگ حل کردم. یعنی یک قبیله راشی دادی؟ یا پایین یک طایفه راشی دادی؟ یا پایین یک فامیل راشی دادی؟ پایینتر یک خانواده راشی پایین‌تر. یک پدر پسر پایینتر حالتی پایین‌تر دیگه کجا برو؟ همون پسر واقعا چقدر که داشتش داد. وکالت یعنی و ک ی ل وقتی کیفم یک لام. یعنی چی؟ خودت بعدا میفهمی چی گفتم. نه تو راه کم بده بره. چی شد که وکیل شدی؟ مبارزه با زمین خاری. ای ولادم میگم تا الان چند تا زمین از دست زمین خوارا نجات دادی؟ حقیقت تا الان فقط وکیل زمین خارا بودم. اینقدر زمین خوردم. آقاشون رای صادر نشد؟ میدونی فرق من با تو چیه؟ چیه؟ من وکیلم تو نیستی. ای برگردی بغل چه شغلی رو انتخاب می‌کنی؟ آفتاب دیوی خارای بیام. بفهم یه ردی وکیل چه صحبت می‌کنی؟ وکیل پایه کن. پایه که چی؟ کامیون البته بعضی وقتا اتوبوس هم میشینم. پرونده که با دعوا میشه بهش وکیل میگیری. از آخرین پرونده کلکلی چقدر گذشته؟ 30 سال. الان چند سالته؟ 28 سال. تو که وکیلی عامل اصلی دعوا چیه؟ مادر شوهر.